حدیثی از حدیث‌های مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنیم که در روایت مسلم راوی حدیث حضرت معاویه بن حیدة رضی الله تعالی عنه حضرت بیان میکنند که یک مردی از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و پرسید، میگه جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله ما احق احدنا زوجته علیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید که یک تای مردها وقتی که صاحب زن شدن حق او زن به گردن مرد چی هست؟ یعنی زن به گردن مرد کدام حق را دارد؟ پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استرخاندروز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دوم 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند ان تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسیت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فی البیت. پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب بیان کردند که یکی مردهای مسلمان وقتی که صاحب زن شدن اولین حقی که به گردن مرد دارد زن این چی است که ان تطعمها اذا طعمت، طعام زن شرایطش مهیا کنه وقتی که خودش از طعام استفاده میکنه. وقتی خودش از طعام استفاده میکنه همسرش هم باید که با طعام شرایطش مهیا کنه. البته که خورانیدن به گردن چی است وظیفه مرد است. البته خورانیدن فقط یک خورانیدن مطلق نه که فقط شکم میرسید کنند، خورانیدنی که البته که لقمه حلال باشد، از کسب کار حلال باشد، لقمه حرام نباشد، از کسب حرام نباشد، چون که همه انسانیت از اثر لقمه به وجود می آید. صحابه از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد یا رسول الله چیکار کنم که حضرت سعد بن وقاص بود. حضرت پرسید که یا رسول الله چی عمل داشته باشم که من مستجیب و دعوات شم، یعنی همون شخصیتی بشم که همه دعای کردگی من الله عزوجلال اجابت کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب حضرت سعد گفت که اتیب مطعمک تکن مستجاب دعوه، همه طعام میخوردگی تا پاک کن، حلال کن، تو مستجیب و دعوات میشی. وقتی که طعام حلال باشد، طعام پاک باشد، از وجه حلال باشد، از کسب حلال باشد، انسان چی از دعاهاش مستجاب می شود. یکی از شرطهای اجابت شدن دعا همین چی است؟ لقمه پاک است. دیگر فرق بین مسلمان و غیر مسلمان چی است؟ همین است که مسلمان چی است؟ در لقمهش احتیاط دارد، هر چی خوردن نمیگیرد. اکنون مسلمان چی است؟ اسلام خودش چی است که انقیاد لأوامر الله گردن بند شدن در احکام الهی است. اسلام همین است که هر چی مسلمان خوردن نمیگیره، فقط حلال میخوره. هر چی مسلمان پوشیدن نمیگیره، فقط همون لباس میپوشه که ستر عورتش به جا بیاره، همون لباسی که طبق سنت پیامبر است. هر چی به دهان آمد مسلمان گفتن نمیگیره. چی است؟ غیبت حرام است، بهتان حرام است، سخنچینی حرام است. و مسلمان چی است؟ در همه کاری که میکنه چی است؟ ایتا بیبند وار نیست. در چی است؟ در تحت قانون اسلام گردن بند است که همون را بجا بیارد. انم یکی از همون شرط ها چی است؟ مستجیب و دعوت شدن. شرط همین است که پیامبر گفت اتیب مطعمک، طعام میخوردگی تا چیکار کن؟ حلال کن، لقمه پاک باشد، حلال باشد، دعاهات مستجاب می شود. اگر لقمه به شبهه باشد دیگر هر چقدر دعا هم که کنی دعا اجابت نمیشه. در لقمه باید خیلی مسلمان احتیاط داشته باشه که امروز در عصر زمان ما لقمه خیلی شبهانه شگی هستند. از بیرون بسیارتر میان واردات میان که در اوجا پرست و طعام تیار میکنم یا را او چی از بوده فرق نداره دیگه. گوشت خرم یگه، گوشت سگ هم یگه، گوشت گاو و گوسفند هم یگه.
یا دیگر چیزا در همه باید مسلمان احتیاط داشته باشد. یعنی طعام دادن از وجه حلال و کسب حلال و مهنت حلال باشد. وقتی که از اثری همین کسب و مهنت حلال و لقمه پاک باشد، انشاءالله که فرزندی که به وجود می آید، البته که کسی هست چی هست که فرزند صالحه به دنیا میاد، عالم و عالمه به دنیا میاد. اکثری همه بزرگا را که نگاه کنیم تاریخشون از پدر و مادرای پاک دامن به دنیا آمدن، از کسانی به دنیا آمدن که لقمه های پاک داشتن. حضرت خواجه عبدالله انصاری پیر هرات بیان میکند که مادرش پرسیدن که به چی سبب فرزندی تی قدر خداوند بزرگی را نصیبش کرد. مادر خواجه عبدالله انصاری گفت وقتی که حامله و عبدالله شدم به خود عهد کردم که هرگیز لقمه شبهناک به دهن نبرم در دوران حاملگی. وقتی که تولد شد به خود عهد کردم که هرگیز پای به طهارت شیرش نتونم. این قدر وقتی که مادر به این درجه باشه حتما که فرزند او عالم می شود، صالح می شود، فرزند او خادم شریعت می شود. دیگه چیزی را که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیان کرد و تکسوها اذا اکتسیت، زن تا به سر و لباس تامینات چه بکن وقتی که خودت سر و لباس می پوشی. اگه به سر و لباس تامینات کردن زنم این مطلق نیست هر چی افت پوشیدن بگیره، نه، سر و لباسی که موافق قانون شریعت بشه. خداوند برای مستوره و محجوبه بدن زنها چی هست که در سوره احزاب، در سوره نور حدیث های زیادی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هستن که یعنی که خواهر مسلمان، مادر مسلمان مستوره و محجوبه باشد، با شرم باشد، با حیا باشد. چی است دیگر همین است که زن مسلمان از غیر مسلمان فرقیتش همین است که زن مسلمان شرم داره، حیا داره، مستوره است، محجوبه. هر کدام از همین ما و شما دل خواه کسی که نباشد در همین مردم تاجیکستان ما و شما یک بار مادرامون رو فکر کنیم، ماماها بیبی هامون رو فکر کنیم چگونه بدن همین تا سر لباسی دوشنه که حتی کمی دوکه دوش یا که همین تا میپیچون همین تا دهنش میپیچون خشرو، نه گردنش میتوف نه گوشوش میتوف. آستینو مخصوص همین خبرد که تونو کی دست بود آستین هم مدارامو تونو کی دست بود از مرد که تویجه را سنت اما از زنو همین قدر بود. همین وقت سلام میکرد همون آستینش قدر سلام میکرد، دستی برهنه سلام نمیکرد. همون چی هست که همین تا سر لباسی نازنین داشتن که همش موافق قانون شریعت بود. یعنی و تکسوها اذا اکتسیت به سر لباسی که موافق قانون شریعت باشه، سر لباسی که البته که لباسی تابستونه، لباسی زمستونه حق زن است در گردن شوهرش که باید تامینات شوهر بکنه. خیلی که ولیمتری عادت شده است یک شوهر میکنه عروس میره تو 2-3 سال دیگه و نه پشاک میخوره و مردک نه پروا داره، فقط میره خونه پدر و مادرش کردن میگیره. نه، در گردن پدر و مادرش دیگه و سر و لباس نیست، در گردن شوهر و سر و لباس شریعت گذاشته و تکسوها اذا اکتسیت. در دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت ولا تضرب الوجه، یعنی در یک حالتی که ضرورت شد دروش نزنیم. حتی آداب دادن رخصت دادگی هستند، مثلا گوه در بند پا، در مثلا قفا خمچه قطیب در یک جایی که میزنه پوست لد میخوره و سخت لد میخوره سوخته میکنه داره صحت میشود. در دیگر از او زدن به دست مثلا و پا و یا من از که بود چی است ضرر میشه و بود ضرری خیلی میشه. ولا تضرب الوجه دروش نزنید، ولا تو قباحت هم نگین. اینا همش حقهای زن به گردن مرد هستن.